سلام دوستای عزیز. هتلی را که میبینین در سریلانکا موقع دارد به نام کلب پالم بی هتل است. بلاک های به خصوص خود داره که در این بلاک ها میتونه دو فامیل البته زندگی بکنه. بسیار یک هتل کلان است، پارک تفریحی، جای دیدنی، جای اطفال، جای والیبال، بدمینتون، تنیس، خلاصه همه جای تفریحی و جای برای بازی بسیار کلان به اطفال و همچنان بسیار وسیع است. همچنان آب یک طرفش به طرف بحر وصل است که میتونی این در این ویدیو اگر شما مشاهده کنید به این طرفش هم جای بازی است که براتون در این ویدیو کوتاه‌تر نشان میدم. دوستا ببینید بسیار یک هتل زیباست. سریلانکا جای بسیار تفریحی است و هوایش بسیار معتدل است. حوض بازی است که شما میتونید اطفال تا بازی بکنید. به اون طرفش پارک تفریحی برای اطفال است. دیگه این یک فوارق است و جایی که جوس و قهوه و یا خیلی زیاد و وسیع است. دیگه دو طرف هم ریسپشنیست است. بسیار کلان است. از کشورهای مختلف به این هتل مردم میآید، به خصوص از قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، امریکا، استرالیا و کشورهای اروپایی که خیلی خارجی ها دیدن میشه در مختلف از این هتل. شما اینجا را ببینید، اینجا انیمیشن است. این انیمیشن ها را هم میتونین رایگان استفاده بکنین و فیس داخلی از این فکر کنم که حدود 4600 به پول از اینجا است که به حساب ده افغانی 1500 افغانی میشه. و وقتی که به داخل از این محوطه بیاین میتونین که نان همه چیز را یگان بخورین، یک وقت نان، آبازی و تمام قهوه، جوس، هر چیزی که بخورین را یگان است. بسیار ارزان است و بسیار جای مقبول است. شما هم بیاین اینجا دیدن کنین. بسیار جای تفریحی، مقبول، زیباست و از چکرتان لذت ببرید.